تاروت میخواد چیزی راجع به رابطه متولدین بهار بهشون بگه. تا آخر ویدیو همراه ما باشید. سلام خدمت دوستان عزیزم، خیلی خوش اومدید به یه ویدیو دیگه از کانال ساجلی تاروت. امروز اومدیم یه فال در رابطه با روابط احساسی متولدین بهار بگیریم. دوستان عزیزی که در فصل عزیز و دوست داشتنی بهار به دنیا اومدن تا آخر این ویدیو رو ببینن که فصل بهاری که میگم شامل فروردین، اردیبهشت و خرداد میشه. خب دوستان عزیزم، برای همسو شدن با فال حتما ویدیو رو لایک و کانال رو باید سابسکرایب داشته باشین. یعنی من نیت کردم که افرادی که کانال رو سابسکرایب دارن فالشون اینجا در بیاد. خب بریم ببینیم که چه خبر هست. کارت ها رو قاطی میکنیم، این طرف میگیرم که اصلا نبینم چیزی ازش. تاروت میخواد در رابطه با متولدین بهار چی به ما بگه؟ بریم برای تعبیر فال. امیدوارم که همه کارت ها افتاده باشه اینجا. خب حالا خوبه. دوستان عزیزم، رابطه ای داشتید که نظر تاروت راجبش کمی مثبت هست، یعنی اینکه رابطتون تغییر پذیر بود، یعنی هست همچنان. امکان تغییرش بود، امکان این که تحرک توی اون رابطه زیاد باشه، تغییرات زیاد باشه وجود داشت و همچنان هم داره. اگر توی رابطه هستید، اگر رابطتون تموم شده یا اگر میخواید شروعش کنید، دارم میگم که رابطتون از نظر تاروت رابطه خیلی خوبه، ولی خب یه سری چالش ها داره، یه سری تغییر ها داره و حتی امکان داره که یه سری دورویی ها توی رابطتون به وجود بیاد. جنگیدن و تلاش کردن بیش از اندازه امکان داره دلیل اختلافتون بشه. اینکه یه نفر صدش رو میذاره توی رابطه، یه نفر هیچ تلاشی واسه رابطه نمیکنه، باعث میشه که فردی که صدش رو گذاشته توی رابطه زده بشه از رابطه و بخواد که تمومش کنه. پس بیش از اندازه واسه رابطتون نجنگید و سعی کنید اوایلش که هستید صدتون رو برای طرف مقابلتون نذارید.
ولی خب تلاش خودتون رو بکنید. رابطتون سختی داره ولی خب تلاش خودتون رو بکنید، چون رابطه رو قوی تر میکنه. این تلاش باید 2 نفره باشه وگرنه چیز یه نفره هیچ وقت نتیجه خوبی نداره. و اما تکبینی خودتون، خودخواهی خودتونی که طرف مقابل خیلی براتون مهم نباشه نقطه ضعف شماست و لطفاً اصلا این کار رو انجام ندید. همیشه 2 طرف توی ذهنتون باشه. وقتی میخواید یه تصمیم بگیرید یه طرفه نرید به سمت قاضی، هر 2 طرف رو باید در نظر بگیرید، هم خودتون هم شرایط فرد مقابلتون. ولی خب بیش از اندازه اگر بخواید واسه رابطتون بجنگید، با بقیه مخصوصا اگر بخواید بجنگید، اگر با اطرافیانتون بخواید بجنگید، خب نشون دهنده چیز خوبی نیست. ولی اگر خودتون 2 نفره بخواید واسه رابطتون بجنگید، خانم و آقا بخوام واسه رابطه بجنگن، رابطه خوبی هست. ولی اگر که خانم یا آقا بخوان با اطرافیانشون به خاطر نگه داشتن رابطه بجنگن، اون چیز خوبی نیست. یعنی همینجوری میشه گفت دلیل اختلاف توی رابطه اطرافیان هستن، نظرات متفاوتی که اطرافیان میدن امکان داره باعث اختلاف توی رابطتون بشه. و اما چیزی که تاروت، یعنی نقطه قوتی که تاروت بهتون گفته اینه که اقبال خوبی داره، نتیجه خیلی خوبی داره این رابطه. زندگی روی روال میفته، یعنی افتاده یا خواهد افتاد. رابطه کلا نشون دهنده رابطه خیلی خوبه. یه سری سورپرایز ها هست توی رابطه، یه سری شگفت زدگی ها، یه سری اتفاقاتی که حتی فکرش هم نمی کردید که بیفته. حالا چه میتونه خوب باشه میتونه بد باشه، این سورپرایز ها، این اتفاقات. به اینا خیلی توجه کنید. یا اصلا امکان داره شما یه رفتار جدید از فرد مقابلتون ببینید که واسهتون یه حالت سورپرایز داشته باشه، تا حالا ندیده باشید ازش اون رفتار رو. یا هر چیز دیگه، یه اتفاقی بیفته، یه چالشی تو رابطتون باشه، به اینا توجه کنید که اگر نکنید امکان داره که باعث ضعف رابطتون بشه در واقع. ولی خب در کل تا داریم میگه که رابطه خیلی خوبیه. ارتباطی که دارید اینجا نشون داده شد. اینجا رابطتون میبینید که پیک شادی بلند کردن به جای خوبی ختم میشه اگر که نگرش دارید، اگر که با هم پایدار بمونید. چیزایی که تا الان بهتون گفتم و رعایت بکنید، به چالش هایی که اتفاق میفته توی رابطتون توجه داشته باشید. تک نفره، تک بعدی یا یه نفر قضاوت نکنید، خودبین نباشید، خودخواه نباشید، فقط شرایط خودتون رو در نظر نگیرید، به فرد مقابل هم فکر بکنید، برای رابطتون تلاش بکنید. خب تلاش کردن کلا واسه هر چیزی خیلی خوبه، ولی خب سعی کنید راجع به رابطتون به اطرافیانتون خیلی نگید که اطرافیان بخوان در مقابل این رابطه جبهه بگیرن. حالا این اطرافیانی که دارم میگم کیا هستن؟ میتونن دوستان باشن، آشنایان باشن، یا حتی خانواده، خواهر، برادر، پدر، مادر باشن. امکان داره که با شما بجنگن، بگن که نه این رابطه اصلا رابطه خوبی نیست، باید تمومش کنید، این کار اصلا کار خوبی نیست. ولی خب شما خیلی توجه نداشته باشین، چون تلاش کردن واسه رابطتون یه رابطه خوب رو میاره که کلا تاروت داره میگه بهمون که رابطه داره کجا میره با این کارت. بهمون داره میگه که جام شادی بلند میکنید، یعنی که نتیجه خیلی خوبی داره و در نهایت خبر خیلی خوبی قرار بهتون برسه. یعنی یه جورایی میتونم بهتون بگم که تاروت داره میگه که یه چیزی این وسط از شما پنهون بوده که وقتی خبرش بهتون میرسه خیلی خوشحال میشید، خیلی برکت وارد زندگیتون میشه، کلا از این رو به اون رو میشه زندگیتون. ولی خب در کل دقت داشته باشید که اول چی گفتم رابطه تغییر پذیریه.
یعنی شاید دو طرفتون اونقدر به هم متحد نباشید، اونقدر به هم علاقه‌مند نباشید که فقط به همون شخص فکر کنید یا اینکه فقط برای همون شخص تلاش کنید. امکان داره یا شل کنید وسط رابطه و بگید که اصلا نمیخواد، این نشد، نفر بعد این لطفا اینجوری نباشه. سعی کنید راجبش با اطرافیانتون خیلی صحبت نکنید، چون همیشه توی همه ویدیوام، توی همه فایل ها میگم که حسود همه جا هست. هستن افرادی که متوجه بشن شما یه رابطه خیلی خوب دارید، همه که تو دلشون بگن خوش به حالت، امکان داره رابطه رو خراب کنه. تلاش کنید واسه رابطتون، ولی نه تلاش یک نفره. رابطتون رابطه خوبیه، به چالش هایی که توش اتفاق میفته دقت کنید، توجه داشته باشید که در نهایت رابطتون به جای خوبی پیش میره، به نتیجه خوبی ختم میشه. و حالا چیزی هم که ازتون پنهون بوده، امکان داره خودتون هم یه بوهایی برده باشید ازش، یه رازی، یه حرفی، یه گفته، یه چیزی که از شما پنهون باشه، خبرش بهتون میرسه، برملا میشه و خب اینطوری که تاروت داره میگه چیز خوبی هم هست. این از فال متولدین فروردین، اردیبهشت و خرداد، کلا فصل بهار. امیدوارم که از این فال انرژی خوبی دریافت کرده باشید. لطفا اگه دریافت کردید توی کامنت ها به هم بگید دوستان عزیز. فال بعدی راجع به متولدین تابستون ماهی عزیزم در ویدیوی بعدی در خدمتتون هستیم. شما رو به خداوند بزرگ میسپارم.